این مرد 13 سال است که مربی اتلتیکوی مادرید است، اما در این مدت فقط 4 بار هتریک خورده است. فقط 4 هتریک در 13 سال، دیوانه کننده است. برای اینکه بدانید چقدر عجیب است، بدانید رئال مادرید، رقیب سنتی آنها، فقط در لالیگا 6 تا هتریک زده است. پس معلوم است کسانی که جلوی تیم سیمئونه هتریک کردند، واقعاً باید هیولا باشند. خب، اولین نفر چه کسی بود؟ کریستیانو رونالدو. او هم سال 2012 وقتی در رئال بود. رونالدو اولین کسی بود که توانست مقابل سیمئونه هتریک کند. با یک ضربه آزاد، وحشتناک بازی را شروع کرد. حالا حدس بزنید نفر دوم کیه؟ باز هم رونالدو. 4 سال بعد دوباره هتریک کرد. آن بازی هم یک کاشته کثیف زد. نفر سوم یک بازیکن گمنام دیگر. دوم می 2017، نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. کریستیانو رونالدو یک هتریک دیگر زد و رئال را فرستاد فینال. قول می‌دهم آخری دیگر رئالی نیست. باز هم در لیگ قهرمانان 12 مارس 2019 اتلتیکو بازی رفت را 2-0 برد، ولی در بازی برگشت 3-0 نابود شد و هر 3 گل را کی زد؟ بله، کریستیانو رونالدو. حالا به نظرت این خودش ثابت نمی‌کند که او واقعاً یک فوتبالیست خفن است؟